دوستان عزیز خوش آمدید به برنامه ما. میگد مردم تاجیکی ما پیش از همه گوید سلام. ما نیز با احترام اول بگوییم سلام. به شما سلامتی خواهان هستیم و به کلی تماشابینانی که ما را تماشا کرده ایستادند. چون شما بین مردم تیپ خیلی مشهور هستید، همچون با گیاهای کوهی و همچون با چند نوشتن کتاب ها و گمان میکنیم که همچون یک سیناشناس که به نهایت کم هستند. یک زمانی که وقتی برنامه صحبت کرده بودیم به خیلی ها پسند آمده بود، چون مصلحت های عمیق و دقیق بود، یعنی کنکریتی بود. حالا بعد در رفت برنامه مفصل تر صحبت میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما استاد. خوش آمدید. سلام دلاور جان، سلام تماشابینان و مخلصان شما. اشتباهی که اینجا شما گفتید که رسمی تاجیکی گم نکردیم، سلام کردیم. استاد رسولزاده هم میگفتن که تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم نکن. دوست چون آید در آغوشش بگیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. این شعر یک مدت به خودش گم کرد. دیگر آغوش کشی و بوسه کردن و گریبای کردن یک مدت تا نصف شدن این بیماری ما باید نکنیم. من همچون دکتر، همچون پداگوگ، همچون عالم این کسلی سخت خودم گذرانیدم. چطور گذرانیدم؟ که در برآمد پیشتر که ما کرده بودیم همه قروتابخانه ها و پیتسکال و دیگه همه عامل های ترشی آبهای گازناک منمی قروتاب و کال و پپسیکول دیگر انسان هایی که pH یعنی ترشی ارگانیسمشان به طرف ترشی هست، همین دری دروازه میکروب شده میشه. من خودم گرفتار شدم. وقتی که رنگین کردیم 60% شش کار نمیکرد است. و کدام نیکی های خودم بود یا که خدا کریم به من رحم کرد که من این کسلی را گذراندم و زیاده از 600 نمود این میکروب موجود است. یک پروتکل که مثلا کسلی یری میدر توابت میکنه، سیروکل و آلویه و ویتامین و دیگه در این نیست. یا پروتکل عمومی نیست. هم از سبب نداشتن اسپیسیالیستان یعنی ویروسولوگ ها ما بسیار به تنقیصی ها فرامدیم. دکترها عامل های توابط نداشتن و خودشان که pH شان به ترشی بود گرفتار این کسلی شدن و فف دیدن. مثلا من به نزدیکی مقاله پروفسور جنوبای سنگین چاپ شده بود در گزیده تاجیکستان، کرونا ویروس همین ایمون سیستم میگیم، این هم اینقدر رول بازی نمیکرده است. من در 45 سالی کاریم با بیماران همچون روانشناس، همچون گیاهشناس، همچون وی بسیار کسلی ها را دیدم. خودم زیاده از 1800 اپراسیون شکم گذراندم، اپراسیون بی نارکوز گیپنوز قطعی گذراندم. اینه که این کسلی که پروردگار فرستانده حتی موی بدن تان در میکند. از همه عامل ها را ندانستن بسیار استادا و دانشکده ها فف دیدن. مثلا نقاب استفاده نبردن، امتحان گرفتن، زچات گرفتن و گرفتار این کسلی شدن. از دانشگاه طبی چقدر، از یونیورسیته چقدر، از انستیتوت پداگوژی عینی چقدر. در مقاله که پروفسور جنوبای سنگین خیلی مهنتی کلان کردن تمام کل کافدره مواد را از تمام دنیا گرفتن. این کس تحقیق کردن که این ایمونی سیستم نه اونقدر رول بازی میکند. مهمش پیشگیری و دلاورجان یک ترسی کلام پیدا شد. من چند آیله را همچون روحشناس خانهش رفتم، پسیخوز این مرگ پیدا شده، چشما عکاسخانه سر برآمدگی.
اکنون یک چیز من تاکید میکنم که من به نزدیکی 18 آگوست روز طبیبان بود که کلی طبیبان جمع شده بودن. همین موضوع اساسی پیشگیری کرونا ویروس وای بود. مثلا ایرانی که ایرانی نجاتی از امریکا برآمد کرد، من ویم گوش کرده بودم، اون کس تکلیف کردن که از خانه نبراید و در همین خانه این بی‌طبابت هم میگذارد. من فکر میکنم که این بی‌طبابت نمیگذارد، باید طبابت کنید. نگاه کنید دکتر، چی ها را خوریم و چی ها را نخوریم. بله، همین انده یکم باید تمام آبهای گازناک نخوریم. چرا؟ گفته میتونید هر چی رو باید گویم تا که مردم نگوید که اینها بیهوده. چرا؟ همین ارگانیسم ما pH دارد، pH به طرف ترشی میرد، به طرف ناترشی. همین قریب 90% ما ارگانیسم به طرف ترشی ای. همین ترشی رو بابا زیاد میکند. اکو استاد شما گفتنیید که دیگه قرطاب نخوریم تا بیماری دور نشود. اکو قرطابی یعنی اگر قروت اصلی باشد هیچ غم ندارد، تازه باشد. تازه باشد. بعد میگه زکام خوردن کسی را تب نگیرد، زپور خوردن بر روز 100 بمیرد. همین ارگانیسم تون کشید همون کم ترک خوردن ممکن نه که زیاد نه. این قرطابا اینجا بینید به فکرم اکثرش همون چکه و اردن. ارد ارگانیسم خیلی حل شویش بسیار بد است. بعد همون کسایی که مثال من گریم 83 بودم، برآمدم 60 کیلو شدیم. 20 کیلو سبک شدیم. بعد انکن بعد کسایی تمام عضوها درد میکنن. مثلا زانوها من سجده رفتن ده بسیار درد میکند. بعد استعمالی ویتامین ها رو سر کردم، توکوفرول. من با خودم گیاه تیار کردم، من از زلاتای کورن ترکیبش دارد با سنای مکی، قریب از 20 گیاه هست. اینا من به بیماران میتیم. مثال یک قاشقی سوپ خوری 3 مرتبه میخورن. این همون برقرار میکنه قوی داخلی و مردی و عصب آرام میکند. با همون ترس و وهم و واهمه که در دل است من میمورم هوای گم میشه. این همین قدر قدرت داشته است. بله این قدرت دارد. این داره. نمیدونم باور کنم یا نکنم، اما این برای ما تحفه است. تو برای شما تحفه. این طرز استعمالش چگونه است؟ این نیم ساعت پیش از خوراک یک قاشق سوپخوری در دهان میریزید، یک مدت صبر میکنید، بعد خوراک. ولی من یک سرپوچی خورید. نه حاضر. بسیارا فکر میکنن همین لیمون قوت میده، 10-20 لیمون آب میکنن. لیمون برعکس هم سنگ پیدا میکنه، هم ارگانیسم به ترشی میبره. لیمونی کسلته همینه. لیمون هم بسیار استعمال میکنن، سیب ترش، اناری ترش. یک زمان گفتن لیمون و چسناک و در بازار نرخنامه‌اش خیلی. چسناک چی؟ چسناک یکی مثال 4000 سال پیش یک قوم میبوده است. خدا حاضر ما قسم میخوریم، خدا قسم میخوریم، قرآن قسم میخوریم و یا چسناک قسم میخوریم. چرا؟ همین قدر به بزرگ می داشتن. سینا در 5000 رسپت سادهش همین چسناک خوش میکند. سال پیشتر میگفتن مچی در آمدن به دهان بوم میکند، بای میکند. همه 2 بولک کنید آب برین، دارو برین فروش برید. هر روز اهل بیتون تمام بینندگای نمایشای دلاورجان همینه اگر در خودشون یک فرض حساب کنن یکتگی چسناک استعمال کنن. یعنی چسناک توصیه دادید. با چی توصیه داده میتونید؟ چسناک، گولی قاقو. گولی قاقو رو چگونه خورم؟ گولی قاقو هم چای کرده و کرده میخورن. قاق کرده یا که چای کرده بعد در چای میریزن و یک قاشقش در یک چاینک میریزن، یا 1-2 ساعت میرسد بعد چای برین نوشیدن میکنن. نگاه کنید، گولی قاقو رو خشک کنین. خشک میکنید و یک قاشق سوپخوریش میگیرید در چاینک میریزید استعمال میکنید. هر سحر، هر صبح. مثلا تربوز. تربوز هم این وجود پاک کننده هست. اگر اینو وای کنین، من خودم همین تربوز میشم با پوچاقش ریزه میکنم. با پوچاقش میخوره. بعد وای ساکاوجی مارک قطعی میگذرانم. در شیشه ها میگیرم، همین 10 تاش در یک کورسای. مثلا در بخارا سنتاری تبابت کسلای گرده های فقط محض با تربوز تبابت میکنن. من چسناک. اینی حال موسم تربوز است. چی توصیه میدید مردم چیکار کنند؟ مردم همین تربوز یک ماه تقریبا هست. خوردن گیرن زیاد.
یک بار از رفته خراب نشوند. نه خراب نمیشوند. با حتی کودکاشون اگر کرمی عسکری دیگه داده باشد همین دانکش همون کرم هم نصف میکنن. یعنی با دانکش خورن. با دانکش خورن. کوچکش هم خورن. کوچکش اگر سوک کنن. اگر سوک کنن. بعد من کوکوتی این چی نموده؟ هلبو میگیم کو؟ هلبو. کدوم نمودش باشد؟ هلبو این میاته نه؟ نه. میگن میاته. هلبو. دوشیتسا. اینم چای کرده نوشن. خوش کرده. انا بعد ویا گرفته ما انا گلی کوکوتی هستای و هستای همین وقتی وای میشود همین یورشقای نوشقا میگیم تو یورشقه خوب استعمال یورشقا همون هم اگر گرفته در سایه قاق کرده در یک کاغذهای کارتونی گیرن هوای هم مثال چای کرده می نوشن هوای هم وجود پاک کننده نمودهای سنگ‌های عرق نی فسفات نی اکسالات نی هم باشد تازه میکند. این چند وقت توصیه میدید خورن؟ 10 روز. 10 روز میخورن. 10 روز میخورن. فقط صبح و چاش و بگاه. بعد نه گفتیم که تربوز. خربوزه چی؟ اینی ها موسم خربوزه خیلی موسم خوب باشه فقط کسلای قند خودداری کنن زیاد استعمال نکنن. بعد موسم بودرینگ هم هست. پامیدور فامیلدار و بودرینگ اینا فقط سالیانش نه همینه که زندهش های گرفته خورند و زیاد از آرام کنن خدا. چی گناه؟ همین سحر که میخیزد گفت که شکر خدا که من خستم. در آینه نگاه کنه گفت که من زورم. یعنی روحانی خودش همین کسلی خودش بای نتیاد. جناب عالم اگر در برآمدشون 18 گوش کرده باشد گفتن که روانشناسا بسیار برآمد کنن دکترای برآمد کنن که گپش فهمی می تاجیکی باشد سال گپای میگن که وای خودش نمیفهمد این وای کرده برآمده است همین چیزا بعد همین رسانه‌های تلویزیون و اخبار و مثلا تماشابینای شما خیلی زیادن همین تماشا کنند همین اهل عائلش 10 کس باشد اون 10 کس رو میگوید و همین تکرارا هم ثواب میشود هم چیز میشود. درباره سینا گفتهش چی گفتنی دارید؟ مثلا شنیدم که سینا میگه که همین ترس نصفی بیماری است میگه. در این بابت چی گفتنی دارید؟ شیخ ابوعلی بن سینا خیلی روانشناسی مشهور نیست بودند. کدام ساحه که نباشد و یا دست بالا بودند. همین اساسی بسیار کسلی ها همین ترس است واهمه. مثلا من بعضی کسایی میبینم میگم دستون کی سوزانده ولی سوزاندگی نیست پگه میبیاد که اوله کرده ای یعنی ارگانیسم همون چیز میکند. بعد وقتی گفت که من آرام هستم من تنها نیستم من با خدایم من با وجدانم در داخل انسان یک دارو هست با نام اندوفرین هوای خودش جدا میشد همین درد رفت میکند. مثلا منم گیپنوز کردم گفتم آرام شو یا اشتای دستی سیاس نستوپید سون همون دارو کشاده شد و آخه 17 سانتیمتر بریدن سنگ گرفتن جراحی 1.5 ساعت دوام کرد. از روی گفتو اولین جراحی گیپنوز در تاجیکستان این با شما بودن خطا نکنم؟ این اولین جراحی گیپنوز من کرده بودم بعد از من بعد کشپیراوسکی کرده بود. من کشپیراوسکی خطی در مسکو واکردم گفتم چرا شما در اپراسیون این کار انجام نداده اید؟ و گفت من خون دیده نمیتونم من خون میترسم بعضی آدما میشن که خون ببینن میافتاد و در پا یک یره بود همون یره را گرفت حتی بعد هم تهمت کردن که گویا این کسر طاقت داره. چقدر طاقت میگه اوکل میگنه در میکنه. شما حاضر میتونید گیپنوز کنید اگر من وایشمی حالی وقتش نیست؟ نه اگر خواهید گیپنوز میکنم رقص میکنید چی خواهید سرات نمیگوید همشه میگید قدرت لیش قدرتش بسیار است. حاضر میتونید در همین حال کردن گیپنوز مثال الوهیده وقت باید لازم است چون که ما آماده بودیم با برآمد چون که اینا وقتی که مثال ختم قرآن میفرمان اول قرآن با پرگی میخونن خونه میبیان یا الحمد یا اخلاص یا چی میخونن میبخشن. این گیپنوز هم این یک جراحی است جراحی عصب است. مثلا
یک اصلاجنه این دوره سکوتروز سون میگون. اما یک زنه که وقتی تولد کرد همین خواب بفور آمد. 20 سال پس بیدار شد. این حقیقت داره؟ حقیقت دارد. 20 سال پس زن که خوراندن وای کردن بیدار شد و گفت که فرزند نمیتید که مک کنم. یعنی همین خیلی یک اصلاجنه گیبنوس همین است. انکون در حاضرش من خیلی بسیار اویله ها من دعوت کردن رفتن همین پسیکوزی ترسشانه امینشان گرفتن. حتی من سختی دل میشه، کسلی قند میشه، کسلی اینفارکت میشه، کسلی رگ میشه. این هم یک نمود کسلی خدا فرستنده گرفتار شده، هیچ غم ندارد. طبابتش معمول است، وای میکنید میگیرید. در بابت ترس گفتید بعدا نفرو که او با پاره سر و کار دارن دویمو در وهم هستند که کسی نخفد ما کروپسی نبیاد، اینها هم بیمار میشون یا نمیشون؟ اینا نه که بیمار میشن، نیمش مرد. وای همون این کسلی با یک کار کرد همین پولدار مردار هم را ترسان که پول رول بازی نمیکند. اکنون یگانه همین راهاش مثال میگو آنتی تلسپوریم که داریم یا نداریم، اینا میقدر دقیق نیست. بسیار مملکت ها اینا قبول نکردن. اینا حاضر در روسیه ویش برو بردن. اکنون حاضر یگانه نقاب دوستی همین من تخریف میکردم و امروز من وای آمدم 2-3 کس نقاب دارد تمام. هر دوی ما هم نداریم که ما نقاب وای کردیم گرفتن که ما صورت ما بینن نقاب ما هسته. مثال در همین اتوبوس ها دانی در به یک آدم مانند که همین به نقاب نماند. در دانشگاه ها، در کوچه ها بس سلام این خیلی بوسو چلق نکنن. در خانه ها اسپند دود کنن. یک خصوصیت هزار اسپند میگن. در بعضن جا استریق میگوید که فهماتر شود. و اینم نرخش خیلی خسته. وای نرخش 2 بانچش 1 سم بود، 2 بانچش 10 سم شد. اینم فایده وای دارد. چند روز در خانه میتوانند که همین 1000 اسپند را دود کنند؟ چند روز؟ مثلا یک هفته به 2 بار دود کنند کفایه میکنند. در و تریزه رو محکم کنند؟ محکم کنند، دود کنند، بکشند. بعد همون به تازگی مثال همون کلور که گیرن همون یک هفته به 1 بار تمامی همون اشیاء دیگ و کوسو همه کلور که به ترک کنن و شونو تازه کنن. یعنی دست به آنتیسپتیکای خیلی خوبی بوینوک برآمده است، آنتیسپتیکا را گیرن. این کسلی اکنون اومد خیلی که از مقاله جنبای سنگین دیدیم 600 نمودی همون هست. یک پروتکلی که همین خیلی طبابت کنیم نیست. فقط همین چیزی که در او برآمد پیشی هم گفتیم و کردیم، همین بیمارا از استعمال همه آبهای مینرالی، ترشی، مثلا چکه، دوغاب و قطعه کوچی بینید. آخی میگوین که چکه و جرغات این کشنده زهر است تو؟ نه دوستان، وقتی که ما زهر خوده دمو یک دم یک خصوصی هم میتین. لیکن ارگانیسم شما که pHش به ترشی هست، همین باز وادار میکند که همین کسلی افزایش یابد، 2 روز دراز دوام کند یا که صحت نشود. نیوک نه دکتر گفتن که بیماری اگر که در هوا ایستاد تا 2 ثانیه میایستاده است، با میگی میافتیده است. وقتی در زمین میافتد چند روز، چند ساعت، چند وقت او نابود میشود. در کدوم حالت نابود میشود؟ مثال همین یک بیمار از ماشین فر اومد، در همون من نمیدونم زمین است، در کرسی است، در هر کجایی که است، چند دقیقه اون میکروب اونجا زندگی میکنه. اکنون اونجا بسیار زندگی میکند. به فکرم من بینید در کجا نمیدونم چه در شهر تمام کوچه و پس کوچه ها را دیزینفکت کردن، زمین ها به دارو زدن، شهردار خطی و یا حتی رست میسازه میدیدن. بعد فاصله را نگاه کنن، فاصله که بین وقت نمیدونه که همین آدم کسل هست یا نه. وای ممکن خودش حس نمیکند، نه که وای آدم ها را کسل کرده میتونه. در تاجیکستان همین تنجی امانی سلامتی باشد. همین وقتی من خودم هم کسل شدم، از سلامتی برای قیمت چیز نبوده است. او چخیلی که میگن الهی خانه دشمن نسوزد که در پیش خانهش ما هم خانه داریم. من به شما، به تمام تماشابینان شما، مخلصان شما سلامتی میخواهم. اگر ذره مصلحت های من
قبول کنن و استفاده کنن. من فکر میکنم که من بیهوده مهنت نکردم، بیهوده عالم نشدم، برای خلقم تا هستم خدمت میکنم. تشکر استاد عزیز. راستی گپ از گفته‌های شما ما حتما از توصیه‌های شما، از تجربه شما استفاده میکنیم و به شما نیز سلامتی خواهان هستیم، عمر دراز و تا هر لحظه هست که پسی مردم باشیم و در خدمت مردم باشیم. دوستان عزیز همراه ما بودن دکتر سعید جان نادری. بسیار خوشحال هستیم که سخنی ما رو رد نکردید، استاد آمدید و حتما باز در بین چند وقتها گذرد هم نمیدونم کی فرصت می شود، همین که باز به شهر دوشنبه آمدیم حتما با شما واخوری میکنیم و از شما با یگان چیزی دیگر هم به خود میگیریم. و شما آمد و تشکر برای دوراتان. حتما استعمال میکنیم و نتیجه شما میگوییم.